میگوییم با همه دوستداران و هواداران عالمی رنگین و زیبا و ناتکراری کودکان. این شماره ایدانه برنامه انگوبین است که بخشیده به جشن ارتش ملی جمهوری تاجیکستان از مرکز دلخوشی کودکان ماداگاسکار تاریخ تلویزیونی بهارستان پیشکشی شما میگردانیم. نفری گفته است که عقیده به مثل باروت است، اگر آزاد باشد خطری ندارد، ولی اگر فشرده باشد خوفناک است. ما به همه عقیده های دیگران احترام میگذاریم و میخواهیم با همراه یک قطار اشتراکچیان برنامه انگوبین صحبت داشته باشیم اطراف جشن ارتش ملی و فکر و عقیده های خود را در این بابت بیان سازیم. خوب به شما توصیه میدهیم که جریان برنامه ما را همراهی سازید. سلام بچه ها. سلام. همه شما خیلی زیبا شدید. میبینم که همه شما لباس های نظامی یعنی لباس های افسران رو به بر نمودید، همین طور نه؟ بله. خیلی خوب و فکر میکنم که به هر یک شما زیبیده است و بیاید صحبتمون رو آغاز میکنیم. ها؟ بله. میگفتید که امروز کدام روز است؟ ملی. کی میخواهد اولین شده فکر و عقیده های خود را در این بابت بیان سازد، یعنی درباره این عید به ما معلومات دهد؟ همگان میخواهند. خیلی خوب. تماشاچیان عزیز، ما صحبت خود را در موضوع نامبر شده آغاز میکنیم و میخواهیم اولین شده ابراهیم رستم یعنی اشتراکچی اولین برنامه انگوبین را به نزد خود دعوت سازیم، زیرا او در این باره معلوماتی خیلی مکمل و زیاد دارد. توجه میکنیم. مرحمت ابراهیم جان، به نزد ما آیید. برای وطن جان فدا میکنیم، وطن هر چی گوید ادا میکنیم. روزی 23 فوریه سال جاری از تأسیس یابی ارتش ملی 26 سال پر می شود. جمهوری تاجیکستان بعد از بازگشتن اتحاد شوروی یکی از اولین دولت‌های بود که ارتش ملی خود را تأسیس داده آرامی و آسودگی و امنیت کشور را فراهم آورد. در سالهای اولی تأسیس یابی وضعیت در این سمت نهایت دشوار بود. در قسمت‌های حربی شرایط آنقدر خوب به چشم نمی رسید. خوشبختانه امروز ارتش ملی جمهوری تاجیکستان اما مشکلی ها را پس سر نموده از سوی قله های بلند حرکت کرده ایستاده است. در طول 26 سال فعالیت ساختارهای گوناگون حربی و بسیار دستاوردهای نظررس نائل گردید. حکومت جمهوری تاجیکستان به این سمت نظر مخصوص ظاهر نموده دوست قواهای مسلح را پایه اساسی دولتداری می‌یابد. خدمت در صف ارتش ملی و عظمت زبون وطن وظیفه مقدس شهروند جمهوری تاجیکستان میباشد. طبق ماده 43 کنستیتوسیون جمهوری تاجیکستان حفظ وطن، حمایت منفعت دولت، تحکیم استقلالیت، امنیت و اقتدار مدافعوی آن وظیفه مقدس شهروند است. ما باید درک نماییم که خدمت وطن مکتب جوانمردی است و ما باید در این مکتب شجاعت مردانگی آموزیم. همت اگر همت مردان شود، مور تواند که سلیمان شود. احسن به شما ابراهیم جان. مرحمت شما محمد جان. و نزد ما آیید. تماشاچیان عزیز، خاطررسان میشویم که چند پیش یعنی در سال 2018 محمد جان صاحب جایزه ای بهترین سال گردید و با دانستن زیاده از 12,000 مصرع او خواننده بهترین سال در شهر وحدت گشت. خوب محمد جان، مرحمت. این موضوع ارتش ملی جمهوری تاجیکستان می باشد. برای همه آنهایی که مهر وطن در دلشان هست و کم نمی شود این موضوع مبارک میگوییم. برای آن مردان که نام را در عالم تاجیکستان کردند، پیکر چندین تراشی می سزد. برای آن مردان که نام را در عالم تاجیکستان کردند، پیکر چندین تراشی می سزد. برای آن مردان که خاکت را کنون سر کردند، کوه‌هایت را برای عرض مهر و دوستی این زمان آزاد منبر کردند. می سزد
می‌سازد من به همه جوان مردانی با سعی بلند برای خدمت به وطن عزیزمان جان‌سوزی می‌کنند این روز تاریخی را برایشان مبارکباد می‌گوییم. این لحظه در نزد ما طاهرزاده طیبه از ناحیه فیض‌آباد قرار دارد و او نیز می‌خواهد تا یک چند گفتنی‌های خود را پیشکشی ما گرداند. مرحمت طیبه جان. امروز سعید را به سربازان دلیر به جشن وطن مبارکباد میگوییم. ارتش ما سرحد کشور را پاسبانی میکند، مردم را سوزخواب میکند. هیئت ملی تاجیکستان باید خدمت وطن مادر را اجرا کند. کبوترک به عکایم خط ببر، به عکای عسکرم عسکری دور از برم. عکای من دلیل است، دلیل مثل شیر است. خدمتی میهن کند، از دل و شکن کند. ببر پیام خواهر، دعای نیکی مادر. اکای شما از خدمت آمده به شما تحفه های زیاد می‌آورد ها؟ کبوترک هم حتما نام شما را میبرد. مثلا من تنکیستی جوانم، ایمی حربی میخوانم. ای دوستانا بدانیم اولادی قهرمانم. گرچه من بجنبد میشود تانبد. از تیر و توپی تانک هیچ دشمن نماند. آفرین به شما. تماشا بینین عزیز، این لحظه در نزد ما اشور و اصلی 4 ساله قرار دارد که در سن 3 سالگیش در برنامه ما اشتراک کرده بود و او اولین اشتراکچی 3 ساله ما می باشد. خب سخنهای اصل رو میشنویم. مرحمت اصل جان. حیرت شهروندی تاجیکستان را با سربازش میفخرد، برای آنکه نه هر کس سرباز شدن میتوانند. با سرباز 3 چیز از همه مهم را وظیفه دار میکنند: وطن را از بیگانگان محافظت کردن، مادر عزیز مهربان را پاسبانی نمودن، سرحد کشور را محافظت نمودن. در به حفظت ندهند جان تنم، نعمتت زهر شود در بدنم. تاجیکستانی منی ای وطنم، مادری جانی منی ای وطنم. من کلان میشوم، قهرمان میشوم، بر دیاری خودم پاسبان میشوم. وطن از دل میبراید غم، وطن آدم را میکند آدم. بالو پری کس وطن میباشد، بختاوری کس وطن میباشد. با قانونی حقیقت میسرایم تا جهان دارم، و زیدی دشمنانت میبرایم تا جان دارم. وطن دارد چنین قانون که با آن فخرها دارم. همه گویم که قانونی یگانه در جهان دارم. نه با درودم ز حرف جدا، نه واو و سرودم ز حرف جدا. وطن از تو دیرد زبان ابتدا، ندا و وجودم به عشق فدا. زنده بادا ملت محبوب من، خلق میان در وجودم جانی من. با تو هستم سر بلند و به تو هیچ، در امان باشی همیشه ای وطن، ای وطن، ای وطن.
тамошобинони азиз, барномаи донаи мо идома дорад ва хотиррасон мекунем ки мо айни замон дар маркази хушии кӯдаконаи Мадагаскар қарор дорем ва бояд қайд намуд ки сарпарасти барномаи имрӯзаи мо низ маркази хушии кӯдаконаи Мадагаскар мебошад ва мо барномаи худро идома медиҳем ва ба шумо тавсия медиҳем ки моро ҳамроҳӣ намоед. Ки боз мехоҳад илова кунад? марҳамат иброҳимҷон, ба найди мо оед. خانه‌ای امید دنیا و کشورم کشوری پهناور و بختاورم زین سعادت سر بگردون ها برم حافظی آزادی بحر و برم می سرایم صلح را در ساز صلح تا شود دنیا پر از آواز صلح صلح چون خود شیدی تابان هر سحر می شود از کشوری من جلوگر جمله عالم را دهد او زیب و فر نور پاشد بر سری نوعی بشر می سرایم صلح را در ساز صلح تا شود دنیا پر از آواز صلح بحر عالم صلح در کار است صلح نسل آدم را نگهدار است صلح چون شفای جان بیمار است صلح مادران را بختی بیدار است صلح می سرایم صلح را در ساز صلح تا شود دنیا پر از آواز صلح من از فرصتی مناسب استفاده بوده تمام سربازان جمهوری را به این روزی سید تبریک و تهنیت گفته با آنها خدمت صادقانه را خواهانم. اینچنین به سرفرمانده ارتش ملی جناب عالی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری محترم امام علی رحمان برای خدمت های شایان در نزد خلق و وطن تمام خوشی های زندگی عمری دراز و پربرکت و سلامتی بر دوام را آرزو دارم. بگذار صلح در مملکت ما همیشه پایدار بماند. تشکری زیاد. احسن به شما. آبرویم آرمانم افتخارم ای وطن آرزویم شأن و شانم اعتبارم ای وطن من کیسه بازی تویم چون دیده ای بازی تویم به حفظی مظلومت جانی سارم ای وطن من کیسه بازی تویم چون دیده ای بازی تویم به حفظی مظلومت جانی سارم ای وطن خاک تو جان پرور است آبت حوضی کوثر است ای بیشتی خویمی دائم بهارم ای وطن در کنارت بس مرا مانندی جان پرورده ای حاضرم برای دفاعت جان سپارم ای وطن. آفرین به شما. با محبت برد نامد بر زبان تاجیکستان تاجیکستان کیست آن خوشکام کو باری نخست بهر حفظت خست با تیر و کمان در بر جان داد همچون قهرمان تاجیکستان تاجیکستان کیست آن خوشتب کو باری نخست گفته در وصلی تو شعر و داستان نامی تو بنمود مشهوری جهان تاجیکستان تاجیکستان من یکی خوشدل جگربندی تویم با تو هستم خوش دماغ و کامران بار اول میکنم گویا بیان تاجیکستان تاجیکستان چشمه هایت چشمه شعر و سرود قوه هایت صدر پیغام و درود خاک پاکت ساعتی بود و نبود تاجیکستان کشوری من مادری من مادری جان پروری من آید از هر سنگ گلبانگی رباب در سری هر کوه خندد آفتاب بشنوم از هر گلت
شباب تاجیکستان کشوری من، مادری من، مادری جان پروری من. بشنوم از هر در شعری دری، از جهان آرایی و آدمگری، از تمام قوله ها بالاتری. تاجیکستان کشوری من، مادری من، مادری جان پروری من. جانی من قربان غمهای تو باد، شعری من هم دست و هم پای تو باد. روحی من همراه فردای تو باد. تاجیکستان کشوری من، مادری من، مادری جان پروری من. تشکر زیاد، آفرین. وطن را از یک آهنگ شناسم، زی آواز نی و چنگ شناسم. نشانی کوه سارش را به هر جا، زی هر یک پاره سنگ شناسم. با عالم نیست هم رنگی دیارم، دیارم را هم از رنگش شناسم، دیارم را هم از رنگش شناسم. تشکر زیاد، احسن به شما. وطن در سینه‌ام با این بزرگی، به مانندی دل من وا گرفته است، که گویا چون رگی خون از دل من به صحرا راهی نو دریا گرفته است. صف امواج همچون سطر شعرم شود انشا بر روی دفتر دل. ستاده راستگویا کوهسارش به مثل پاسبانی بر در دل، به مثل پاسبانی بر در دل. خوب تماشابینان عزیز، صحبت ما ادامه دارد و شعرها در وصف وطن و ارتش نیز ادامه دارند. خوب این زمان باشد بلال‌الدین میخواهد شعر نوبتی خود را قرائت کند. مرحمت بلال‌الدین. ایا تاجیکستان یا زاد من، امیدی دل و خاطری شاد من. چو فرزندی تو حاضرم بر دفاع، به حفظ تو جان را نمایم فدا. وطن باعث افتخارم تویی، وطن مبدأ اعتبارم تویی. وطن تاربودی وجودم تویی، وطن قبلگاهی سجودم تویی. منم وارثی رستمی داستان، چو واسعی رزماور پهلوان. چو سربازی تیمور ملکی زمان، نیابد ز من دشمنی تو امان. ز خط لون و رشت و بدخشان تو، خجم استرفشان زرفشان تو. حصاری چو باغ گلفشان تو، شده متحد آراد مردان تو. به صافی آبی ز لعلت قسم، به پاکی خاک و جلالت قسم. ز کهسار و ریوادی همه تاجیکیم، همه از دل و جان به تو صادقیم. پگرانی членин на границе нашу землю стережет, чтоб работать и учиться мог спокойно наш народ. Наши летчики-герои небо зорко стерегут, наши летчики-герои охраняют мирный труд. Наша армия родная стережет покой страны, чтоб росли мы бед, не зная, чтобы не было войны. آفرین به شما، احسن. تماشابینان عزیز، برنامه ما ادامه دارد و حاضر بیاد میبینیم که باز که درباره ارتش ملی سخن و گفتنی دارد. کی میخواهد شعر خواند یا اینکه یگان سخن کند؟ مرحمت مصطفی جان، به نظم مرحمت. وقتی کلان نیشوم به عسکری میروم،
می پوشم بسری خود من کلاهی خوشنمود محکم تصمیم میبندم این خیل میمانم قدم یک و دوی و سه و چار عسکری تپه تیار کی من کلام میشوم کی عسکری میروم بیا ای هموطن تا جان فدای این وطن باشیم گرفته دستی هم از یک گیره بان سر برون آوریم وطن از ماست ما نیز از برای این وطن باشیم. آفرین بر شما، تشکر زیاد. تماشاگران عزیز، چنانکه که ما میدونیم قدم اولین این همچون سرباز بودن است و آیسته آیسته رتبه ها نیز بلند شدن میگیرند. البته که این همه از زحمت و کوشش های هر یک شخص وابستگی دارد و این زمان شاهین جان میخواهد تا درباره رتبه های حربی به ما و شما معلومات دهد. مرحمت شاهین جان. عسکران در نتیجه خدمت صادقانه میتوانند سزاواری رتبه ها گردند. رتبه ها را به 6 سینه تقسیم میکنند. عسکران، سرژانت ها، پرپرشک ها، افسران خرد، افسران کلان، افسران عالی. خیلی خوب. تماشاگران عزیز، شاهین جان با ما یعنی رتبه رو نمبر میکند. این کدام رتبه است؟ عسکران کلان افریتر. انا این چی؟ سرژانت خرد، سرژانت کلان، ستارشینا. آفرین با شما. انا این چی؟ لیتینانت خرد، لیتینانت کلان، کاپیتان. رتبه نوبتی رو میبینیم. پرپرشک کلان. پرپرشک و پرپرشکی کلان. ها؟ رتبه نوبتی رو میبینیم. مایور، پالکونیک. مایور، پالکونیک و پالکونیک. خیلی خوب. انا این چی؟ گنرال مایور، گنرال لیتینان، گنرال پالکونیک. این کدام رتبه است؟ گنرال ارتش. گنرال ارتش. تماشاگران عزیز، چنانکه که شما شاهد گشتید، اشتراکچیان ما توانستند شعرها و سخنهای گوناگون را در وصف ارتش و وطن قرائت نمایند و فکر میکنم برنامه ما چون برنامه کودکانه است نهایت جدی صورت گرفت و این زمان برای باز هم با لیدرو شدن شما ما میخواهیم تا از جانب اشتراکچیان برنامه همون یک چند لطیفه ها را پیشنهاد شما گردانیم. مرحمت. افندی عینک سیاه میخرد و یک بار عینک سیاه را در چشمانش میموند. میبیند که در کوچه بچهش بازی دارد. میآید بچهش را یک شپلاق میزند. پسرش میگوید تو پدر جان مرا چرا روی یک شپلاق زدی؟ افندی میگه ای چاوش زای تو زیرم خونه و در نداری؟ میگه اوتت عینکو تا بگیازی سرای میگه عینکوش میگیره میگه شاو روز شده تو زیرم خونه نمیری. تشکر زیاد. و تماشاگران عزیز، باوری داریم که با شما نیز پسند آمد، ولی این زمان ما دو لطیفه دیگر داریم که میخوایم اون رو هم پیشکش شما گردانیم. مرحمت ماما جان. افندی هم میگن که افندی تو اگم مدامی حیاتت قسم خودگی افندی میگه که بخاطر اگم بوده حیاتم قسم نخودم. آفرین. تشکر زیاد. فاروق نوبتی شما. یه روز اوچش بچهش فریاد میکنه که یک کوزه در آب بیار و اوتش بچهش فریاد میکنه یه شپلاقش میزنه و اوچش میگه که چو بچه من یه شپلاق میزنی کوزه را نشکنه با اوچش میگه که آخیالی کوزه را نشکسته کو با یه بار دیگه فریادش میکنه با یه شپلاق دیگه میزنه میگه که با چو بچه ما زدی آخی با کوزه را بشکنه با زدن به فایده ای کو. آفرین. تشکر زیاد. تماشاگران عزیز، از لطیفه های محمد جان کامران و فاروق نوروز ابراهیم رستم نیز الهام گرفته میخواهد تا یک لطیفه دیگری رو بهر ما و شما نقل کند. امیدواریم که اون به شما پسند خواهد آمد. مرحمت. علی و ریزا و درس دیر کردن. معلم پرسید چرا دیر کردید؟ علی گفت من خواب دیدم که به هواپیما سوار شدم و میخواهم به سیاحت روم. خوب. ریزا تو چی؟ من برای گسل علی رفته بودم. تشکر زیاد. آفرین.
خاطررسان میشویم که شما عین زمان برنامه دنیای انگوبین را طریق تلویزیون بهارستان از مرکز خوشی کودکانه ماداگاسکار تماشا کرده ایستادید و شعرهای ما ادامه دارند. عین زمان محمد جان فاروق و کامران نوروز میخواهند تا شعر یک جای خود را در وصف وطن و حفظ و حمایت آن خوانند و ما نیز متوجه آن میگردیم. مرحمت. من در اینجا پاسبانم، من در اینجا پاسبانم، پاسبانی زندگانو روحبانی مردگانم، بهری فردا بهری استقبالی نور افشانی زیبا دست آویزی عزیزی مادرانم. من در اینجا پاسبانم، من در اینجا پاسبانم، تا سلامت رفته باز آیند یاران از سفر. پاسبانی عید نوروزم که در آن جمله یاران دوره آرایند نوروزی دیگر. پاسبانی هر چراغی مرده‌ام، من در اینجا پاسبانم، من در اینجا پاسبانم، پاسبانم با دعایی موی سفیدان پندهایی الجمندی مادران برخطی سبزی جوانان پردوخشی کاشتیلایی عروسان. من در اینجا پاسبانم، من در اینجا پاسبانم، پاسبانی ناز و نعمت‌های در سرخانی مردم، پاسبانی چاشتیلا رنگی گندم، پاسبانی ای زمینم، پاسبانی ای زمینم که همه نیکو بدم را به یکم مینت به دوش خویش بردارد. من در اینجا پاسبانم، من در اینجا پاسبانم، من دهانی باز میلی تنگ را بسته خواهم داشت با دستان عادی. من دهانی باز میلی تنگ را بسته خواهم داشت با دستان عادی، تا نباشد زخم خورده خاک با دلی پر آرزو. من در اینجا پاسبانم، من در اینجا پاسبانم، من در اینجا پاسبانم. تشکر زیاد، آفرین به شما. ما نیز عید ارتش ملی را برای همه آن نفرانی که مهر وطن در دلشان هست و کم نمی شود مبارک باد می گوییم. وطن را عقلها آباد می کنند، وطن را صداقت مشهور می کند و وطن را تشبث مشهور می گرداند. و ارتش داشتن نیز این یک خوشبختی است، با شرطی که آن ارتش صداقت ها، ارتش تشبث ها و ارتش آبادی ها باشد. باری دیگر 26مین سالگرد ارتش ملی جمهوری تاجیکستان مبارک هموطنان و سربازان دلیر و شجاع وطن. تماشابینان عزیز، چون انعنه در آخر برنامه از نام مرکز خوشی کودکانه ماداگاسکار یعنی سرپرستی برنامه ما به اشتراکچیان تحفه ها هدیه کرده می شوند. عزیز، در آخر برنامه یعنی پس از هدیه نمودن تحفه ها ما با برنامه امروزه ما نیز حسنی انجام میبخشیم. تا دیدار نوبتی در برنامه های انگوبین. خیر.